خیلی امروز اومدم با پارت یک عجیب ترین رکوردهای گینس. بدون حتی بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، این مرد گشادترین دهن جهان رو داره، یا ابوالفضل. خب بچه ها، بریم برای بعدی. این چه دهنی داره فقط. بچه ها، این مرد بزرگترین دماغ جهان رو داره که دماغش به طول 8 متر و نه 8 سانت و 8 میلیمتر 8 متر 8 سانت و 8 متر بزرگ. واو الفاس. این زن بزرگترین گوشهای جهان رو داره. نگاه کنید بچه، گوشهاش چقدر درازه. و بعد بچه اگه میخوام بعدی نشون بدم، حتما خوشحال میشم که این چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو لایک کنید. بچه ها، آخری این مرد بلندترین ریش جهان رو داره، یا ابوالفضل. این فکر کنم ریشه 3 متر. مردم چقدره. بچه اگه دوست داشتین